وطندارای عزیز ما، سلامتی خداوند عیسی مسیح کت شما باشد. هر جایی که هستین خدا را شکر میکنیم برای یک روز دیگه که او برای ما داده تا که شادمان باشیم در حضور خدای مقدس. خداوند واقعا شما را دوست داره. او تمامی انسانها را دوست داره. او میخواهد که تمامی انسانها به او رجوع بکنه. او میخواهد که تمامی انسانها از گناهانشان توبه بکنن و نجات بیافند. نام عیسی یشوع به معنای خداوند نجات میدهد. واقعا عیسی مسیح نجات میده اگر شما به او ایمان بیارین. عهد عتیق هم که او سایه بر عهد جدید، عهد نو، عصر جدید امروز هست بود. در او کلام خدا برای ما چی میگه؟ ای جمیع امتها، زبور 117، ای جمیع امتها خداوند را سپاس بگویید و ای تمامی قبایل او را ستایش کنید، زیرا که رحمت خداوند بر ما عظیم است. رحمت یعنی چی؟ یعنی مواقعی که خداوند هر روز هر صبح برای ما میته تا که ما به او برگردیم. زیرا که رحمت خداوند بر ما عظیم است و وفاداری او تا به ابد. هللویا. یعنی خداوند را سپاس بر خداوند. ارمیای نبی عین چیز در کتاب مرثیه خود برای ما میگه. او وقتی که از درد و رنجی که در زندگی خود دیده به خاطر قوم یهود، چون قوم یهود برخلاف احکام خدا راه رفتن و خداوند اجازه داد حتی دشمنشان، کسی که خدای حقیقی را نمیشناخت، آمده تاراج ببره تمامی اورشلیم، دیوارها را بندازه و از معبد، از خانه خدا حتی هر چیز بدزده و تاراج بکنه. پس او درد و رنج شخصی نه، بلکه درد و رنج روحانی و درد و رنج بر قوم خود داشت. پیرمرد چی میگه؟ میگه که ما وقتی که دردها و رنجهای خود به یاد میارم، در خود ما خشک میشم. وقتی در بدری و مصیبتهای خود را به یاد میآورم، زندگی به کامم تلخ میشود. فصل 3 سوگنامه آیت 19 چی میگه؟ زندگی به کام من تلخ میشه، همیشه به آنها فکر میکنم و جانم در من پریشان گشته است. اما با این هم وقت رنجهایم به یادم می آیند ناامید نمیشوم. از مهربانی های خداوند است که از بین نرفته ایم. دوست عزیز، امروز شما نفس زندگی را دارین، امروز شما تنفس میکنین، چشمتان باز از هر چیز را میبینین، متوجه باشین ای به خاطر کوشش های شما و یا به خاطر که شما از نسل بهتر و یا از نسل کمتر هستین نیست. به خاطر از اینکه شما هزاره هستین، پشتون هستین و یا تاجک هستین و یا فارس هستین و یا کرد و بلوچ هستین و یا شما براهوی هستین نیست. به خاطر هیچ یک از خوبی های شخصی، خوبی های اجتماعی، خوبی های قومی، نسلی، زبانی نیست، بلکه ای از مهربانی خداوند است که شما امروز نفس زندگی را دارین. هیچ کسی نمیتونه بباله به خود، پس هیچ کسی نمیتونه، چون کلام خدا برای ما میگه همه انسان ها گناه کردند و از جلال خدا محروم هستند. و اما با فیض خداوند که از طریق عیسی مسیح فیض جاری است، بله، تمامی انسان ها به واسطت خون که عیسی مسیح ریخت بر صلیب، تمامیشان عادل شمرده میشه، تمامیشان نجات میافند. چرا؟
به خاطر از اینکه ما به خودی خود هرگز نمیتونیم که جل خدا از این دلدل عمیق گناه ورداریم، بلکه خداست که او دستگیر ما میشه، او دست خدا پایین میکنه و دست ما را میگیره. کسی که از بالا میآید او ما را میگیره و بالا میکنه و به ما حیات نو، زندگی جدید میبخشه. از مهربانی های خداوند است، فراموش نکنین وطندارای عزیز من، از مهربانی های خداوند است که از بین نرفته ایم، زیرا که رحمت های او بی پایان است. زیرا که رحمت های او بی پایان است. مهربانی و رحمت او هر صبح تازه میشه. یعنی اینمی صبحی که شما از خواب خیستین، نفس حیات داشتین، چشمایتان دید، صحبت میتونستین، غذا خورده میتونستین، او نوشیده میتونستین، ای به سبب رحمت های خداوند که تازه شده برای شما. مهربانی و رحمت او هر صبح تازه است و وفاداری خداوند عظیم است. خداوند همه چیز من است، بنابراین بر او امیدوار هستم. چقدر خوب است که ما اینمی را اعلام بکنیم. وطن ما برای ما هر چیز نیست. بله، پول دولت و دارایی ما برای ما هر چیز نیست. بله، نسل ما، قومیت ما، ملیت ما برای ما هر چیز نیست. بله، چی برای ما هر چیز است؟ خداوند همه چیز من است. خداوند همه چیز من است. آیت 24 فصل 3 سوگنامه در عهد عتیق کتاب مقدس که خداوند ایره به ارمیای نبی الهام کرد. خداوند همه چیز من است، بنابراین بر او امیدوار هستم. شما نمیتونین امیدتان به پول و دارایی و ملیت و قوم و کشورتان بسته بکنین، چرا که تمامی چیزها از بین میره و اما خداوند تا ابدالآباد است و بر او امیدوار بودن، تنها بر او امیدوار بودن صادق است. تنها بر او امیدوار بودن کامل است و درست است. و از همین خاطر است که ما باید به او برگردیم، ما باید از او بطلبیم هر چیزه، چون او مشتاق ماست، او اشتیاقش بر ماست. با وجود از اینکه ما گناهکار هستیم، دشمن هستیم با خدا به نسبت گناههای خود. خدا قدوس است و ما نامقدس هستیم، ما گناهکار هستیم، پس قدوسیت و ناپاکی همیشه دشمن می باشه. و اما او ما را قدر زیاد دوست داره، او میخواد که ما را تقدیس بکنه و او کد با خون عیسی مسیح. اگر ما به او ایمان میاریم، خداوند نعمت نجات از گناه را برای ما میبخشه. زیرا خدا به این جهان آنقدر محبت نمود که او یگانه پسرش را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاودان گردد. خداوند شما را دوست داره و من شکر میکنم خدا را که خدا مرا دوست داره، با وجود کمی های من، با وجود تمامی کمزوری های من، با وجود از این که من پسترین انسان ها هستم و اما او مرا ورداشت و مرا فرزند خود ساخت و آل روح او در من است. و چیزی که من میگم او باید مطابق حکم خدا، باید مطابق رضای خدا، باید چیزی که او میخواه او باشه، نه ای که خواسته های شخصی من، نه ای که چیزهای نفس من، هرچند که این چیزها دائم حمله میکنه بالای من و اما من غالب میشم چون من به عیسی مسیح ایمان دارم. شیطان مغلوب چون با عیسی راه روم، بر نامش جلال باد چون با وی هم می روم. شیطان مغلوب چون با عیسی راه روم، هر روزه با خداوند راه روم. هللویا، با خداوند راه روم، بر نامش جلال باد چون با وی هم می روم.
هیچ چیزی نیست که من غالب شده نتانم در نام عیسی مسیح بالای از او چیز بد، هیچ چیزی نیست. ای خداوند شکر میکنیم تو را، جلال بر نام تو، شکر میکنیم که تو ما را دوست داری، شکر میکنیم ای خداوند که تو محبت، فیض، رحمت، برکات آسمانی را نصیب ما میکنی. شکر میکنیم ای خداوند که تو ما را از نفرت، از کینه، از انتقام، از خونریزی، از دشمنی، از زناکاری، از تمامی شیطنت های دیگه آزاد میکنی، نجات میتی ما را ای خداوند. و در خون تو قدرت است، قدرت است به حد معجزه آسا در خون مسیحا، قدرت است به حد معجزه آسا در خون بره خدا. جلال بر نام تو باد، به نام عیسی مسیح خداوند. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم. و موضوع ما امروز چیست؟ خداوند عیسی مسیح برمیگرده. خداوند عیسی مسیح برمیگرده. و میخواستم یک آیت براتون بگویم از انجیل مقدس یوحنا فصل 14. عیسی مسیح خداوند در ابتدای از این فصل چی میگه؟ میگه که قلبتان پریشان نشه و مضطرب نباشین، ایمان داشته باشین به خدا، به من هم ایمان داشته باشین، توکل بکنین. در خانه پدر من منازل بسیار زیاد است، من میرم که اتاقی برای شما بسازم و اگر من ساختم من پس برمیگردم. و همچنان این میگه که اگر ایتو نمی بود من براتون میگفتم که نه، من یک دزد دیگه هستم. و اما او میگه که نه، ایتو هست، من میرم که مکانی برای شما بسازم. وقتی که من مکان ساختم برمیگردم و شما را هم میبرم کت خود، جایی که من هستم شما هم اونجا میمانین. یکی شاگردایش در مو وقتا پرسید خداوندا ما نمیفهمیم راه، چطور ما بفهمیم میره؟ میگه که عیسی مسیح میگه من راه، راستی و زندگی هستم، هیچ کس جز به وسیله من پیش پدر آمده نمیتونه، هیچ کس جز به وسیله من در جنت آمده نمیتونه، هیچ کس جز به وسیله من در زندگی ابدی آمده نمیتونه. بر او ایمان داشتن، توکل کردن بسیار لازم است. به نام عیسی مسیح خدا را شکر میکنیم که امروز موضوع ما هم همین قسم از خداوند عیسی مسیح برمیگرده. و من خدا را شکر میکنم برادرای عزیز ما نور آقا جان و برادر یوسف که ما باز هم هستن. برادر یوسف از طریق سکایپ ویدیو و برادر عزیز ما نور آقا جان هم، یاد نورالله جان هم بخیر که بخیر هفته آینده میاینده این برنامه. اما نور آقا جان هم که ما هستن، خدا را شکر میکنیم. برادرای عزیز ما مانده نباشین هر دویتان. برادر نور آقا جان اول جور باشید دوستان. سلام عرض میکنم برای شما و تمام دوستای عزیز ما که در این لحظه چهره های ما شما را میبینن، البته چهره ما را نیم، آواز ما را میشنون و خدا را شکر میکنیم. باز هم ای که برای ما موقع داد که از کلام پاک و زبردست از او، از کلام پر از فیض و راستی از او برای هموطنان عزیز خود بخش کنیم و خدا را شکر میکنیم به این وقت خوبی که به ما داده. دیگه برادر یوسف هم اینجا هستن. برادر یوسف بفرمایید. ما به نوبه خود سلام و احترامات خود تقدیم دوستای عزیز و شنوندای عزیز میکنم. از خداوند آرزو دارم که سلامتی عیسی مسیح در شما باشه و آرزو میکنم هر آنچه ما سخن میگیم از جانب ما نه بلکه از جانب خدا باشه. آمین آمین آمین. برادر یوسف نامتان در روی پرده حق بین دادن. یوسف حق بین. واقعا من این کلمه حق بین خوشم میآید. خدا را شکر میکنم. خدا را شکر میکنم که خداوند شما را این حق بینی را داده و من افتخار میکنم به هر دویتان. شما خادمین خداوند هستین و من منتظر هستم و وطندارای ما هم منتظر هستند که از شما امروز بشنویم. وطندارایم بفرمایید. خدا را شکر. خدا را شکر. خب همونطور که شما گفتید حسین جان، امروز می‌خوایم که در مورد
برگشت خداوند ما عیسی مسیح صحبت کنیم. و همونطور که ما بعض وقتا میشنم BBC را در اینترنت میخوانم، در صفحات اینترنت یا مجلات میخوانیم و میشنویم که بسیار مردم است که منتظر از این هستند که چی وقت در افغانستان و در کشورهایشان صلح و آرامش برقرار میشه. بسیاری کسان منتظر از این هستند که مثلا در افغانستان کشور ما اگر شما فکر کنیم ببینیم که مردم منتظر از این هستند که چی وقت یک تحول بیاید، یک تغییر بیاید در افغانستان که دولت ما از فساد مالی خلاص شود و یک دولت خوب باشه و خصوصا در حالی که انتخابات است اینجا در افغانستان مردم چشم خود به این دوختن که یک کس را انتخاب کنن که یک کس انتخاب شود که او بتونه از صلح و آرامش در افغانستان بیاره و افغانستان از این حالتش بیرون کنه، از حالت جنگ، از حالت بدبختی. ولی کلام خدا مطمئن که بر شما میگه باید که چشم امید ما به طرف خدا باشه. آمین آمین. درست است و ما منتظر خداوند باشیم و همونطور که ما پیروای عیسی مسیح خداوند ایمان داریم و مطابق کلام خدا که ما نجات یافتیم، نجات یافتگان خدا هستیم. در هر حالتی که در دنیا باشیم خدا رو شکر میکنیم که نجات ابدی را حاصل کنیم، ولی قلب ما بر مردم ما میتپه. بله. استاد جان بعضی وقتا بر دوستان میگه که اما تو یک قسم جگرخون معلوم میشی، چی گپ است؟ میگم من از خاطر خود جگرخون نیستم، از خاطر خود من خوش هستم و چون که در ایمان به عیسی مسیح خداوند من خوشی و سلامتی دائمی را نصیب شده. ولی اگر من شما یک قسم مذموم و پریشان میبینید این فقط به خاطر دیگرها است، به خاطر مردم ما است. بله. همین هفته پیشتر وقتی که در کلیسای ما شبان از کلام خدا وعظ کردن و در آخر گفتن شما کسی گفتنی داشته باشه، من خیستم گفتم که در وقتی که شما وعظ میکردین این مردم از ما در پیشوی چشم آمده میرفت، خصوصا کسایی که من میشناسم، مثلا یکی از نزدیکترین دوستای من و قلب ما برش میتپید که خدا را کاش که او هم در این لحظه میبید که گپای شما را میشنید که میفهمید که چقدر خداوند عالی است. بله. دیگه خب از اینکه از موضوع دور نریم، یعنی ما امروز میخوایم که در مورد آمدن ثانی یا آمدن دوم خداوند عیسی مسیح صحبت کنیم. بله. و پیش از او میخوایم که فقط یک دو سه آیت از مزمور دوم بخوانم، چون که ما میبینیم که در گوشه و کنار دنیا خصوصا در افغانستان مردم نمیتونن بفهمن و فکر میکنن که این خدا است که این روزگار سرشان آورده و همونطور که در این مزمور 6 میگه که چرا اقوام جهان شورش میکنن، چرا مردم افکار پوچ و باطل را در سر خود میپرورند، پادشاهان روی زمین قیام میکنند و حاکمان بر ضد خداوند و مسیح او مشورت می‌نمایند. آنها میگویند بیایید زنجیر بندگی خداوند را بگسلانیم، زنجیر بندگی خداوند را بگسلانیم و از قید و بند او خود را آزاد سازیم. واقعا آدم یک قسم جگرخون میشه همین آیت که میخوانیم، این چند آیت این مزمور وقتی طرف مردم بینیم که واقعا بسیاری مردم رو فکر میکنن برادران. بله. که این خداست که حالت از سر ما آورده. بله. ما باید که از خدا آزاد بسازیم. همین میگن که دین و مذهب است که این چیزا را آورده، در حالی که خدایی که ما میشناسیم، خدایی که کلام مقدس، کتاب مقدس بر ما معرفی میکنه و ما در سالهایی که از او پیروی میکنیم همچون خدایی نیست که این همه بدبختی را سر انسان بیاره و مذاهب تمام خوبی های دنیایی را آورده. بله. اما نجات عیسی مسیح آورده. آمین 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 آمین. خب پس ما می‌بینیم که عیسی مسیح خداوند واقعا عالی است و تمام دیوارها را برداشته و این زنجیر بندگی نه بلکه زنجیر محبت و وفاداری را خداوند همراه ما بسته و ما واقعا که مدیون محبت خدا هستیم. بله. آمین. مدیون محبت خدا هستیم. دیگه
میخوایم که در این مورد ما صحبت کنیم. بله. عیسی مسیح پیش از این که با آسمان بره به شاگردای خود میگه من بار ثانی برمیگردم. بله. و ما پیروای عیسی مسیح منتظر برگشت بار ثانی عیسی مسیح هستیم. بله. وقت عیسی مسیح دفعه اول آمد برای نجات مردم از گناه و از مرگ. بله بله. و برای جلال نام خدا تا برای مردم خدا را معرفی بکنه، تا مردم خدای حقیقی را بشناسند. بله. و نجات پیدا کنند. و نجات پیدا بکنند. بله. وقتی که شاگردای عیسی مسیح از عیسی مسیح پرسان میکنه، میگه چی وقت برگشت بار ثانی چی وقت است؟ عیسی مسیح میگه غیر از خداوند بازگشت بار ثانی را کسی نمیفهمد در موردش. بله. شما همیشه منتظر باشید. ما پیروای عیسی مسیح همیشه منتظر ازی هستیم که عیسی مسیح برگشت میکنه و عیسی مسیح میگه وقت زمانی که ما برگشت میکنم عیسی مسیح با شکوه و جلال با فرشتگان خود مثل رعد و برق در مظهر مردم حاضر ظاهر میشه و مردگان برمیخیزه، بازنده ها یک جا شده در حضور عیسی مسیح استاده میشن تا عیسی مسیح داوری بکنه. اما عیسی مسیح میگه من میایم تا گوسفنده ها را از بزها جدا بکنم و اون میاید داوری میکنه و تمام ایماندارا را از گناهکارا جدا میکنه. کسایی که به عیسی مسیح ایمان دارن اونا نجات خداوند حاصل کردن و اونا با عیسی مسیح یک جا شده بالا میره. اما عیسی مسیح برای شاگردای خود میگه که شما از پیغمبران دروغین حذر کنین. اونا را ما چه قسم بشناسیم؟ پیغمبرای دروغین از روی اعمالشان میشناسیم و از اون ما باید حذر بکنیم. و کسانی هم میاین به نام عیسی مسیح که من عیسی مسیح هستم. عیسی مسیح میگه شما به هیچ کس باور نکنین. چرا؟ کلام خدا برای ما نشان میده که در مورد آمدن عیسی مسیح که عیسی مسیح چه قسم میایه و با کدام کرکتر میایه، با کدام خصلت میایه. او را کسایی که کلام خدا را خواندن میشناسن، میفهمن. اما باید به کسایی که به نام عیسی مسیح میایه به او اعتماد نکنن و به پیغمبرای دروغین اعتماد نکنن. بله بله. به خاطر که عیسی مسیح عیسی مسیح زمانی که میایه تمام مردمی که به عیسی مسیح ایمان دارن به او اعتماد دارن، ایمان دارن، باور دارن، به او خاطر نجات خداوند حاصل میکنن. بله. و او رو میشناسن. در مورد این وعده برگشت خداوند در انجیل متی فصل 25 در آیات 31 و 32 میخوانیم. وقت پسر انسان با جلال خود همراه با همه فرشتگان میآید بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست و تمام ملت‌های روی زمین در حضور او جمع میشوند. آنگاه او مانند چوپانی که گوسفندان را از بزها جدا میکند آدمیان را از آدمیان را به دو گروه تقسیم خواهد کرد. بله. گوسفندان را در دست راست و بزها را در دست چپ خود قرار خواهد داد. بله. این است وعده خدا، کلام عیسی مسیح و که ما منتظر آمدن عیسی مسیح هستیم و منتظر از این هستیم که روز عیسی مسیح بیاید و ما را با خود بالا ببره. آمین. آمین. واقعا که وقتی که عیسی مسیح واقعا از آسمان میاد تمام مردم دنیا او را فوراً میبینن و احتیاج به این نیست که از دیگرها بشنویم که
عیسی مسیح بر ما گفته که به انبیای دروغین باور نکنید که وقتی که میگن مسیح در این جنس یا در اون جنس به اونا اعتماد نکنید. وقتی که ما نجات خداوند حاصل کرده باشیم و او را به او ایمان داشته باشیم، وقتی که ما او را بشناسیم واقعا. وقتی که مسیح عیسی به طرف آسمان میرفت، همونطور که ما در انجیل متی میخوانیم و همونطور که در اعمال رسولان باشه، در اعمال رسولان فصل اول میخوانیم وقتی که عیسی مسیح به طرف آسمان بالا میرفت، شاگرداش به طرف از او میدیدن بالا رفتنش و فرشته های خداوند بر شاگردای عیسی مسیح ظاهر شده، برشان گفتن که شما به طرف چی میبینید؟ و همونطور که شما میبینید که عیسی مسیح به طرف آسمان بالا میره، به عین شکل او دوباره برگشت میکنه. وقتی که عیسی مسیح خداوند میاد در سر ابرها، همه ما با او یک جا میشیم و در جشن آسمانی شریک میشیم. آمین. و یعنی دفعه دوم آمدن عیسی مسیح، همونطور که برادر عطیل شما گفتین که دفعه اول برای نجات بشر آمد، برای اینکه محبت و فیض خدا را برای مردم نشان بده و راه نجات برشان باز کنه. دفعه بعدی که ما برای مثل طفل نمی باشه که از نو از مادر تولد شده، بلکه میگه که عدالت جاری بسازه و سر دنیا حکم کنه. و پس خدا را شکر میکنیم. وقتی که عیسی مسیح از مرگ قیام کرد، بدن جسمانی او به بدن روحانی که مرگ در او راه نداشت تبدیل شد. از این خاطر او میتونست، او قادر بود که مثل فرشته‌های آسمان پدیدار و ناپدید شود. همونطور که در بین شاگردان دفعتاً ظاهر میشد، درست است. و او با داشتن بدن روحانی خود فعلا در آسمان است و ما باور داریم که به می بدن روحانی خود دوباره برگشت خواهد کرد و خدا بر مردم ظاهر خواهد ساخت. خب چون که پیروان عیسی مسیح همیشه در پیشگویی زمان و محل و وقت برگشت عیسی مسیح مرتکب اشتباه شدن، بسیاری کسا اعلان کردن، مثلا اعلان میکنن که فلانی وقت عیسی مسیح برگشت میکنه، فلانی وقت عیسی مسیح برگشت میکنه، چند سال بعد یا سال آینده یا در فلان ساعت و فلان وقت. این کاملا اشتباه است. و عیسی مسیح میگه که بر شاگردان خود اون وقت گفت که ما وقتی میایم که مثل دوستی که هیچ خبر نمیکنه. از خاطر ما باید همیشه آماده باشیم تا او را پذیرایی کنیم. و وقتی که عیسی مسیح خداوند میآید، در وقت است که او زمان است که همونطور که بسیاری مردم آرزو دارند فعلا که صلح و سلامتی و عدالت واقعی در دنیا برقرار شود. او همه این کارا را انجام میده واقعا که سلطنت خداوند یعنی ملکوت خداوند بر روی زمین به صورت کاملش آغاز میشه که خدا را شکر میکنیم. آمین. آمین. ما منتظر آمدن خداوند عیسی مسیح هستیم. یعنی زمانی که عیسی مسیح بار دوم میآید، یعنی پیش از که بار دوم عیسی مسیح بیاید، ما باید در خواب روحانی قرار نداشته باشیم. باید همیشه منتظر آمدن عیسی مسیح باشیم. چرا؟ ایمان ما همیست و انتظار ما همی است که آرامش ما همی است. چرا ما ایمان داریم عیسی مسیح بار دوم میآید و ما را با خود بالا میبرد و با می امید ما زندگی میکنیم و خوشی داریم، همیشه آرامش داریم. آمین. آمین. و من میخواستم که اضافه کنم به چیزهایی که خودتان گفتیم که ما در خواب روحانی نباشیم، بلکه ما همیشه بیدار باشیم. همچنین کلام خدا بسیار واضح است برای ما ایره میگه، خصوصا وقتی که ما در انجیل مقدس لوقا در مورد عیسی مسیح خداوند وقتی که 12 ساله بود در معبد بود و پدر مادرش یکم پریشان شدن که کجا شدن و سفر کردن و پس برگشتن دیدن که در معبد بین علما صحبت میکنه. و عجیب ترین چیز ایست که دوجه وقتی که مریم میپرسه
که چرا این کار کردی. عیسی مسیح میگه که آیا ما در کار پدر خود نباشم؟ آیا ما در فکر کارهای پدر خود نباشم؟ و ما مسیحی ها باید عین چیز بگوییم. آیا ما در کار پدر خود نباشیم؟ علت از این که ما همیشه آماده باشیم و کلام خدا برای ما مثالهای بسیار زیاد را در کتاب مقدس میته ایست که ما باید همیشه آماده باشیم. در این آمادگی باید ما همه کسای دیگر هم در مورد جلال خدا، در مورد خداوند عیسی مسیح بگوییم. هفته گذشته روز شنبه یک محفل عروسی بسیار قشنگ یک خواهر بسیار عزیز ما رفتیم که در اوجا برکت زیاد گرفتیم. یکی از چیزهایی که در اوجا دیدیم که در سمت دست چپ در کلیسا، که البته اگر و روی خدایی طرف میکنن دست راست میشه، در دست راست بگیم، دست چپ بگیم، خب به هر حال در اوجا دخترای استاده بودن با چراغ‌ها در دستشان، در دستشان. این آمادگی از او کسایی را نشان میده که وا همیشه آماده هستند، با چراغ در دستشان، تیل دارن که وا در محفل عروسی بره در آسمان یک جا باید باشن، آماده باشن که کی داماد میایه، تا که وا آماده باشه. تو نباشه که در خواب باشه داماد بیایه و عروسی شو و برن برای خود، بلکه ما همیشه آماده باشیم و در این آمادگی ما اعلام پادشاهی خدا، اعلام از او عروسی بره را بگوییم برای مردم، تا که مردم دیگه هم بیاین و شامل شوند و فرزندای خداوند پدر آسمانی ما شوند. و این بسیار مهم است بر مسیحی ها، خصوصا این بر مسیحی ها زیادتر صادق میشه، چون ما کسانی که به عیسی مسیح ایمان داریم باید ما متوجه از این باشیم که همیشه آماده باشیم تا خداوند، خدای بسیار عالی ما، نجاتگر ما، وقتی که برمیگرده ما را در خواب نبینه، بلکه ما را در خدمت خود، ما را در خدمت مردم، ما را در دعا، ما را در چیزهای روحانی ببینه. بسیار مهم است. و همچنین برای کسانی که به عیسی مسیح ایمان ندارند یک اعلامی است، یک نشانه است که مردم باید به او برگرده تا که و نصیبشان شود چیزهایی که آمده نیست، چیزهای خوبه که آمده نیست، یعنی در جنتی که خداوند بالاخره ما را میبره. اما قسمی که شما هم گفتین و در کلام خدا ذکر شده، عیسی مسیح میگه که پریشان نشوین، دلتان پریشان نشوه، کاملا اعتماد بکنین، به من ایمان داشته باشین به خدا. در خانه پدر من منازل بسیار زیاد است و من میرم که یک جایی بر شما بسازم و اگه تو نمی بود من براتون میگفتم و اگر من میرم دوباره بر میگردم و اگر دوباره بر میگردم شما را کت خود میبرم و اگر شما را کت خود میبرم در جایی میبرم که من هستم تا که اوجا شما هم بانین. این یک برکتی است که تنها در مسیحیت، یک اطمینانی است که تنها در مسیحیت برای ما میته، تنها کلام خدا ای را برای ما میته. یعنی هیچ جای شکی در اینجا وجود نداره. یعنی این است که شاید و یا اگر رضای خدا بود من در اوجا میرم. نه، کلام خدا برای ما میگه رضای خدا هست، ما باید خدا تسلیم از او بکنیم، ما باید آماده باشیم. بله. آمین. آمین. اما تو عیسی مسیح گفته که ساعت می آید که تمام مرده ها از قبرها زنده میشن و با کسایی که زنده هستن اونا یک جا در حضور عیسی مسیح برای داوری ایستاده میشن. چنانچه در یوحنا فصل 5 آیه 28 و 29 در این مورد نوشته شده. از این تعجب نکنید، زیرا زمان خواهد آمد که همه مردگان صدای او را خواهد شنید و از قبرهای خود بیرون خواهد آمد. نیکوکاران برای زندگی خواهند برخاست و بدکاران برای بازخواست. بله. و به ادامه صحبت‌های شما برادر حقبین، استاد ما می‌خوایم که از فصل 15 اول کرنتیان
بخوانم اگر شما امکاناتش باشه که اول قرنتیان فصل 15. بله اول قرنتیان فصل 15. این اول قرنتیان فصل 15 روی پرده است. بفرمایید. بله از آیت 35 به بعد. آیت 35 به بعد این دوستای عزیز ما اینجا متوجه باشین. آیت 35 به بعد شاید کسی بپرسد. بفرمایید. بله بسیار که قسمت بسیار عالی است که دوستان ما بشنوند و بسیار خوب است که ببینیم که رستاخیز بدن چه قسم است و همونطور که میخوانیم که شاید کسی بپرسد مردگان چگونه زنده میشوند و با چه نوع بدن ظاهر میشوند. ای نادانان، وقتی تخمی در زمین میکارید آن زنده نخواهد شد مگر این که اول بمیرد. بسیار عالی است. بله و آنچه میکاری فقط یک دانه است، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر، و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. اما این کلش کار خداوند است. بله خدا طابق اراده خود بدن به آن میدهد و به هر نوع تخم بدن مخصوص میبخشد. گوشت همه موجودات زنده یک قسم نیست. گوشت آدمیان یک قسم است و هر دسته از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص خود را دارند. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند و زیبایی های آنها نیز با هم تفاوت دارد. زیبایی آفتاب یک قسم است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود. خب ادامه میدیم. زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود. آنچه به خاک سپرده می شود فانی است، یعنی از بین رفتنی است، و آنچه برمیخیزد پرجلال است. واه. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی برمیخیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در این خصوص نوشته شده است: اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر یعنی عیسی مسیح است. آدم آخر روح زندگی بخش گردید. آنچه روحانی است اول نمی آید، اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. درست؟ در مورد عیسی مسیح خداوند است. بله. آسمان به او که از خاک ساخته شده شبیه و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. بله آمین. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. دوستان عزیز ما در اینجا بسیار متوجه باشند که ما شخصا با کسایی روبرو شدیم که میگن شما پیروای عیسی مسیح در مورد بعد از مرگ چی معلومات دارید، چی ایمان دارید، چی باور دارید و چه قسم مرده ها زنده میشه. و در اینجا بسیار به شکل عالیش تشریح شده. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند در پادشاهی خدا حصه داشته باشد، و آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما پاش بسازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که صدای شیپور آخر شنیده شد، تغییر خواهیم یافت. زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای زندگی فناناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت. زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده در کلام خدا تمام خواهد شد که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده. هللویا. ای مرگ پیروزی تو کجاست و ای موت نیش تو کجاست؟ آمین. نیش مرگ از گناه زهراگین می شود. بله. این گناه است که نتیجهش مرگ است.
مرگ به بار میآید. بله. و گناه از شریعت قدرت میگیرد، چرا که شریعت گناه را بر ما مثل آینه را نشان میده. بله. درست؟ و گناه از شریعت قدرت میگیرد، اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است، یعنی حیات جاودان داده. آمین. خدا را شکر میکنم. خداوند عالی است. آمین آمین. واقعا چی آیات طلایی و چی آیات بسیار مهمی که ما سرش باید توجه بکنیم که انجیل مسیح انجیل نیست. کلمه انجیل به نام خبر خوش، خبر خوش نیست که ناخوش باشه، بلکه خبر خوش واقعی است که عیسی مسیح از مردگان برخاسته و هیچ موت، هیچ گور، هیچ شیطان، هیچ قدرت تاریکی بر او زور نداره. و اما قسمی که نور آقا جان، ما یک آیت دیگر را که در انجیل مقدس یوحناس میخواستم دمی ضمن برتان و بر وطندارای عزیز ما بخوانیم که کلام خدا در مورد عیسی مسیح میگه که در خصوصا در آیت 4 و 5 میگه، در فصل اول میگه زندگی از او به وجود آمد و آن زندگی نور آدمیان بود. نور در تاریکی می درخشد و تاریکی هرگز بر آن پیروز نشده است. کسی که در مسیح است پس عین پیروزی از آن ماست، چون تاریکی بر او هرگز غالب نشده، پیروز نشده. پس کسانی که خود تسلیمی از این نور میکنه که عیسی مسیح است هرگز ناکامی نداره، هرگز هیچ قدرت شیطان بر او غالب نمیشه. اینمی بسیار مهمترین پیام است که انسان ها میتونه که به عیسی مسیح ایمان بیارن. با اجازه تان یک سرود میشنویم، بعد از سرود این صحبت های خدا بخیر زیادتر سرش توجه میکنیم. برنامه ما وقتش کم مانده و اما یک سرود بشنویم خوب است. Sorry.
خدا را شکر، واقعا ستایش، حرمت، جلال و قوت همیشه بر او باشد، چون او لایق تمامی ستایش ماست. خدا را شکر میکنیم. برادر نور آقا و برادر عزیزم یوسف جان حقبین، خدا را واقعا شکر میکنیم. بفرمایید برادر عزیزم. واقعا سرود بسیار مقبول است از کتاب مکاشفه یوحنا گرفته شده و در مورد اصلا در مورد بهشت است. وقتی که در قسمت آخر کتاب مقدس یوحنای رسول جلال زندگی را در حضور خدای پدر تشریح میکنه. وقتی که ما میبینیم که در فصل خب این سرود از فصل 5 گرفته شده بود که فقط در آیت اولش میخونیم که میگه آنگاه دیدم، یعنی یوحنای رسول در اویا بهشت میبینه که میگه که آنگاه دیدم که تخت نشین توماری را در دست راست دارد که هر دو طرف آن نوشته شده و با 7 مهر شده بود و فرشته نیرومندی را دیدم که با صدای بلند میگفت چه کسی شایسته است که تومار را باز کند و مهرهایش را بردارد. اما هیچ کس در آسمان یا روی زمین و یا زیر زمین قادر نبود که تومار را باز کند و یا به داخل آن ببیند. باز یوحنای رسول میگه که من زار میگیرستم زیرا کسی یافت نشد که این تومار را باز کند و فقط در آخر بالاخره میخوانیم که فقط خود بره خدا عیسی مسیح خداوند است که تومار را باز میکنه. خب همونطور که گفتیم در قسمت آخر کتاب مقدس یوحنای رسول جلال زندگی را در حضور خدا تشریح میکنه. میگه که و دیدم آسمان جدید و زمین جدید. آواز بلند از آسمان شنیدم که میگفت اینک خیمه خدا با آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان قومهای او خواهند بود. خدا هر اشکی از چشمانشان پاک خواهد نمود و بعد از این موت نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود و هر کی غالب باید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. و که این تشریح کننده است وقتی که ما در مکاشفه یوحنا میخوانیم که و امید ما و آرزوی ما و دعای ما برای هموطنان عزیز ما است که اونا را هم در ملکوت خدا ببینیم، در حضور خدای پدر که خداوند اشکای ما را پاک میکنه و دیگه اشکی و دردی در اون چه دیده نمیشه. آمین آمین. خدا را واقعا شکر میکنیم و خداوند برای ما ایره بسیار واضح میکنه و امی آیات را که قبلا ما خواندیم از انجیل مقدس یوحنا از فصل 14 برای ما بسیار واضح میکنه که هیچ صلح دیگری نیست در دنیا، هیچ اطمینان دیگری در دنیا نیست، هیچ اعتماد دیگری در دنیا نیست که مطابقت بکنه با گفته های خداوند عیسی مسیح، با وعده ای که عیسی مسیح برای ما داده. او برای ما بسیاری رو واضح ساخته. در آیت 27 فصل 14 انجیل یوحنا عیسی مسیح میگه که من صلح خودم، من سلامتی خودم برای شما میتم، نه اونطور سلامتی که دنیا براتون میته. چرا تو میگه عیسی مسیح؟ به خاطری که عیسی مسیح او میفهمه او خالق و مالک کائنات است. او چی میگه؟ او میفهمه که در تاریخ بشر چون انسان گناهکار هست، همه ما گناهکار هستیم، او میفهمه که پیمانهای صلح امضا میشه همیشه، بله، و اما این پیمانهای صلح همیشه میشکنه، از بین میره، همیشه ای شده. و اما سلامتی که عیسی مسیح میته، او میگه من سلامتی خود براتون میتونم، نه که سلامتی سازمان ملل و یا سلامتی دولت افغانستان و یا دولت آمریکا و غیره و غیره، بلکه من سلامتی خود برای شما میتونم. ما متوجه باشیم یک چند وقت پیش یک مقاله را در روی اینترنت خواندم که وطندارای عزیز ما میگن که در کشورهای خصوصا در کشورهای اسلامی در چی خوش نیستن؟
ماندن در افغانستان خوش نیستن، در ایران خوش نیستن، در ترکیه خوش نیستن، در سعودی عرب خوش نیستن، در صاحب عراق خوش نیستن. خلاصه این کشورها را نامش میگیره، باز میگه در کدام کشورها خیلی خوش هستن و میاین به خاطر از اینکه کمی آرام باشه زندگیشان، کمی از جنگ و جدل و نفرت و چیزا دور باشه. در کجا خوش هستن؟ در کانادا خوش هستند، در آمریکا خوش هستند، در سویدن خوش هستند، در آلمان خوش هستند، در انگلستان خوش هستند. و اما متاسفانه وقتی که در این کشورها میان میخواین که این کشورها را مثل از او جایا بسازن و او را هم برباد بکنه. فکر انسانی نمیتو است، فکر انسانی نمی قسم است. ما کوشش میکنیم، خیال میکنیم که به از اون جایی که ما خوش نبودیم با او چیزهایی که ما خوش نبودیم، اگر در کشور دیگه که آرام است، صلح است، اونجا بیایم ما خوش میباشیم، در حالی که جامعه ای را هم گدوت میکنه، اینجا را هم میخواه مثل از او واری بسازه. چون گناه در انسان است. این تنها مربوط به او کسانی نیست، بلکه به کسایی که در غرب هم هستند، یا هم از خود چیزهای دیگری دارن که صاحب اگه اینی تو باشه خوش میباشم، اگه اونو تو باشه خوش میباشم. ولی وقتی که اوجا میره که فکر میکنه که شاید خوش باشه و یا در لب دریا میره و یا در کوه میره و یا در کشور دیگه میره، اوجا هم بیزار میه، اوجا هم گدوت میکنه. انسان اینمی قسم است. و اما چیز اطمینانی که خدا میته دائمی است، شیرین است، مقدس است، پاک است و ما میتونیم به او اعتماد کنیم، اطمینان کامل داشته باشیم. خداوند برای ما اینمی را میگه، خداوند میگه که ما شما را اطمینان را میتونم که هیچ وقت به هیچ وجه از بین نره، چون که من اطمینان خدا برای شما میتونم، اطمینان خدا برای شما میتونم. و خدا را شکر میکنیم برای پیام امروز، برای از اینکه شما قلبتان گذاشتین، برادر یوسف و برادر عزیزم نور آقا جان. خداوند شما را برکت بده. برنامه ما وقتش خلاص میشه متاسفانه، کاش که زیادتر میتونستیم صحبت کنیم و اما صحبت ها باقی میمانه. خداوند برکتتان بده. تشکر شما را همچنان برادر عزیز و تمام بیننده ها و شنونده های عزیز ما را خداوند برکت بده. آمین آمین. خدا را شکر میکنیم، خدا را شکر میکنیم. وطندارای عزیز، ما باز هم به خاطر که بعض وقتا تلفن ها البته به ما نمیرسه به نسبت بعضی مسائلی که در او طرفا هست، شاید مشکلات تلفنی شما داشته باشین. اما قسم این صبح پیش از برنامه کت 8 وطندار ما صحبت کردم که بسیار بسیار واقعا پربرکت بود. شما میتونید از طریق اسکایپ، ما یک وطندار عزیز ما در تلفن ما زنگ زده بودن و گفتن که اسکایپ دارین، این شماره آدرس اسکایپ خود باز برای شما میتونم. وطندار عزیزم همیشه شما میتونین که از طریق اسکایپ کت ما صحبت بکنین. داینده کوشش میکنیم همین اسکایپ هم در این برنامه وصل بکنیم و اما زنگ از طریق اسکایپ برای ما میامد وقتی که در این برنامه بود و اما متاسفانه من نتونستم وصل بکنم چون که مشکل بود، مشکل تکنیکی هنوز داریم. و اما آدرس اسکایپ ما است افغان میدیا. اگر شما در این آدرس اسکایپ برای من زنگ بزنین، من بسیار خوش میشم، همیشه کتان صحبت میکنم و واقعا بسیار لذت میبرم از صحبت با شما. خداوند شما را دوست داره. مهمترین تمامی چیزهایی است که با وجود پرگناه ما، با وجود تکلیف ما، با وجود درد و رنج ما، با وجود از این مشکلات ما، با وجود مهاجرت، با وجود این بیخانمانی و که صاحب در کشور خود نیستیم، در مملکت خود نیستیم، کت مردم خود نیستیم، در ملک بیگانه و غیره هستیم. و اما خداوند چی میگه؟ خداوند میگه که زمین و پوری آن از آن خداوند است. تمامی زمین از خداوند است. در هر جایی که هستین اطمینان خداوند حاصل کردن مقصد باشه. اطمینان خداوند حاصل کردن هدف باید باشه. هدف زندگی شما اگر ایست که شما در یک جای خوبتر برسین، در اوجا زندگی خوبتر داشته باشین و غیره، تمامی چیزها از بین میبره. وقتی است. اطمینان در او نیست. اطمینان در وعده های خداوند است که خداوند چی میگه؟ میگه من شما را دوست دارم. و اگر شما به عیسی مسیح ایمان میارین، من شما را حیات جاودانه میتم. یک دعای بسیار ساده از صدق دل، از قلبتان، اینه که دعای مذهبی باشه، نه مستقیما کت خدا صحبت میکنین، میگین ای خداوند
من گناهکار هستم، من نمیتونم که جلو خودم ببرم، نمیتونم خود از این دلدل گناه آزاد بسازم. خدای من عاجز هستم، تو توانا هستی ای خداوند. خدای من از گناه های خود توبه میکنم. خدای من امروز خود تسلیم عیسی مسیح میکنم، چون او خون بهای آزادی من شده. او را به حیث خداوند و منجی خود میپذیرم، چون او به خاطر من قربان شد، او مرد، دفن شد، در روز سیوم از مردگان برخاست. خداوند پیروز، خداوند زنده است. در زندگی او، در حیات او ما میخوایم زندگی جاودان داشته باشم. مرا بپذیر داخل قلب مشروع عیسی مسیح، مرا تقدیس فرما به نام عیسی مسیح، آمین. فقط این میقدر دعای بسیار ساده، دعای بسیار ساده اطمینان کامل آسمانی را در زندگی شما جاری میکنه. او خدایی است که هرگز رد نمیکنه. او میگه که هر کسی را پدر به من داده پیش من میآید و کسی که پیش من میآید او را هرگز رد نمیکنم، هرگز رد نمیکنم. گناهتان چقدر کلان است، چقدر کلان است. پیش فیض خدا گناهتان هیچ است. فقط اقرار بکنین به گناهانتان و فیض او جاری میشه. عاجز بسازین خدا، فیض از او جاری میشه. شما را از غلامی شیطان، از غلامی تاریکی، از غلامی موت، از غلامی ازی که اطمینان نیست آزاد میکنه و شما را خداوند در قید محبت خود برای همیشه بسته میکنه. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. آمین. عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح. دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادی